کسی که باش فیت داده میگه اینجا خونه بکنه بره. آره همون خونه بکنه بره. سلام، خوش اومدیم به یه ریاکشن دیگه. امروز اومدیم با ترک ریل لایف از آدرویتو ایکس ویسکی، اگر اشتباه نکنم ایکس ویسکی هم گفتی پرودوسره. بعد یه فیت عروسک هم اون تو زده یا آروساکه منظوره. خب من اون عروسک دیگه داشت. آخه کیو چرا بزرگتر اونجوری؟ همینجوری زده دیگه. اوکی، موزیک پرودوسر پینکی هدبوی، همون ایکس ویسکی. اوکی، همون ایکس ویسکی. کاور هم موشن لیل صدرا کنم. نه احساس می‌کنم اشتباه تایپیه، وگرنه شاید هم همونه. لیلار SDA چه میدونم، مارکتینگ یانگ سامان، لیسن تو بوری آدرس هم برای خیلی خوب دی. خدا رو شکر خلاصه مفیده. کاورش واقعا بد کس. آره از این چیزای رندومه خیلی. فونت جی تی ای قشنگ شبیه مثلا تو یوتیوب سرچ کنی فلان تایپ بیت. آفرین سرچ کنی بیت‌ها اینجوری میذارن کاورش. دقیقاً همینه. برو ببینیم چیه. گفتم وکاله یه بار دیگه بذار ایشالله که گوشام داره اشتباه میشه. برو بریم. بازو کفتر وحشی نمیگی. چیه وحشی؟ نمیفهمم. خب برو بریم. البته ایکس ویسکی هم میخونه هم. خب دستت در. یعنی اسم پروداکشنیش پینکی هدبوی، اسم خوندنش ایکس ویسکی. داشتی لفظام از صاف نیستاری میشه رو شاستیش خوابید دافم و واسه پاش نازکتر از چاپستیک دافید میخوره درایف سیت ماشین شما رو فید میبینم و چشم آستیگمات میدونه فن نمیزنم دیگه سیریش. شما رو فید میبینم چشم آستیگمات نیست. نیباسم تیره رو نیستم و دیگه بریت نیبازم تو کش پخش بده با یه فریس بریت نیبازم بریت. حتما. وای چرا گفتم استوری؟ آها من بگم بازیگر. نمو چشم آستیگمات میدونه فن نمیزنم دیگه سیریش نیباسم تیره رو نیستم و دیگه بریت نیبازم اسم بازیگرم بود. ایشالله که خیلی زیاده. ایشالله که اون حدسش دقیقا چیزی به فامیلیشم بگی نمیفهم. برو یه جوری جمعش کنیم. برو بخش بده با یه فریس میگم من اصلا کس خاره بچه خوشگل سیبیل میذارم 10 میاد 2 تا عروسه. چی بچه خوشگل؟ ای وای نه فیس تاتو داره ولی خب چی میگفت؟ چی میگفت؟ بلش کن رو فهمیدم چی. نه چی نگادم فدامتا نمیشی بود. تاتو چی؟ نه ماسک. نه کسی گات نمیشه با 2 تا فیس تات. اولین بار اون یکیشون بیبیه داره فاز قای موشک برش میزنم با زلینو که موشک تایم سکس طولانیه مثل امیری پو بالا ترکلات مثل امیری پوتک. خیلی مثال مزخرفی بود که بیای تایم طولانیه چیز رو رفت بدی امیری پوتک. خیلی پرت بود به نظر. مثل امیری پو بالا ترکلادم نودای کلادم میدم اطلاع دنیا رو گاییدم مراجم بدم یه ورس با اد میشه یه تران کج دنیا رو گاییدم مراجم بدم یه ورس با اد میشه یه تران کج صورت بیبیت کج و کله میشه بلادم. صورت بیبیت کج و کله میشه بلادم منظور. خیلی خوب. بعد میدم اطلاع دنیا نگه دار. بعد کسی که باش فیت داده میگه اینجا خونه بکنه بلاد. آره همون خونه بکنه بلاد. آندروید میخواست مسخره کنه میگفتی اینجا خونه بلاده میگم اینجا هم خونه بکنه بلاد. دنیا رو گاییدم مراجم بدم یه ورس با اد میشه یه تران کج صورت بیبیت کج و کله میشه بلادن.
فاز کپ نگیر مشقیه. آها مشقی یعنی خالی، تو خالی. کپ هم یعنی دروغ. خب الان نه یه فاز کپ نگیر مشقیه. نمیدونم به خدا اصلا چی داره میخونه توی اون یه تیکه. کردم من به این پول عادت، تو خیابون بودم در نیاوردم پول بارم، سنگینه انگار همیشه من کول بارم، اینا فکر خودشونم پس بگو کو رفاقت. میره پوت توی دماغم انقدر پتم گندست، شبیه خود ملاقه است، آدروید پیر شده خوراکش چیه؟ شبیه خودت چیه؟ یعنی چی شبیه خود ملاقه است؟ من ملاقه میشنوم. من ملافه میشنوم. یا اول انقدر پتم گندست، شبیه خود ملاقه است، ملاقه است میگه. یعنی چی شبیه ملاقه است؟ خدا لعنتت کنه. آدروید پیر شده خوراکش بالش ملافه است، کسا حمله میکنن شب تو خونه انگار پدافند. میگه آدروید پیر شده خوراکش پتو ملافه است. لیریکای این آدم اینقدر عجیب غریبه، اینقدر اصلا باورم نمیشه. خیلی خوبه این باشه. میزنم با هلو استیری، من خونم و تو دنبال شلوغ استیریت، من فوتبالیم پیگیر حمید استیلی، صبح کارتون میبینم غروبام نتفلیکس. باید سرز حمید استیلی بازیکن پرسپولیس بود. این استقلالیه. آره چرا؟ نمیتونم. صبح کارتون میبینم اصلا نتفلیکس کنازه شده سر زور تازه ولی حاجیت همبازه، تا لنگ زور خورناسه، صدام دو رگشه قرطاسه، این یه مورد علمازه، فیوریتم سلمازه. خیلی حال میکنه. تخمی دیری کنه بشته. همونم خونده گنگ. یه مورد گنگ اصلا خوش بودن اون گنگ رو نگاه. رگشه قرطاسه، این یه مورد علمازه، فیوریتم سلمازه. همین یه اینجوری گفته تمام کرد. مورد علمازه، فیوریتم سلمازه. گنگ یه دار میشه مثلا گریم وکالا فرستاده ویسکش شده اینجا خالیه. چی بگو؟ چی بگو؟ گنگ. یه ذره بیت کمه، یه ذره بذاری سکشنه پرش. گنگ عالی عالی. آها باز کپ نگیر مشتیه. هر دور یه چیز شنیدیم بابا. برو جلو. آها توی منشنیم کشتی پارک. آره خیلی دیگه داره تو چیز میکنه دیگه. لایف واقعا نیستش این منشن کشتی فکر نکنم. به سرویس هم چیزایی نداره. وای ویدیوی بود میگفت رپه داره به پول میده بیشتر از بیت کوین. ویدیو مسیج بود املت چلوش بود. آره توسعه تیمه دیگه. خیلی خوب بود. یه نمیه بیرون. اولا کیس کردم برگشتم مثلا 2018 از دستورشون هیچی. بیا پایین. یه چیزی رو میخواستم چک کنم. چی رو میخواستم چک کنم؟ بیا آدم را. آها میخواستم تو چنل خود آدرویته. آره. چقدر عجیب. من انتظار داشتم چنل پولی بوده. آره احتمالاً دیگه. چند میدی بردار این شاکاره واقعا فارسی مرس آدروید تا فقط مثلا بار اول گوش بدی واقعا فقط خندت میگیره دیگه. یعنی خنده‌دار بود. آخه آدروید واقعا جوری خنده شد. نظر میاد که جوری چی گفت. آره اونجوری نیست اصلا. میگه فیوریتم سولماز گنگ. خب معلومه آدم خنده‌اش بعد گنگ یادم میاد. ولی مثلا من چون میدونم آدروید خنده‌دار می‌نویسه میخوام به خود ورس آدروید بدم جز 4 تا بیت اولش که همش چرت و پرت بود. بعدم نبود. خب آره میفهمم فقط کو فلان بقیه‌اش رو صفحه خودش خونه بعد نبود. 7 مثلا به ورس خود آدروید کل ترک تخمی. آره زیاد جالب نبود چون کورس حاجی دهن سرویس که بابا یه ذره واز بفهمیم حداقل لیریک بذار آقا. اوکی چیز میخونی کوفتی اینجا لیریک بذار. کورس ولی ویدیو اصلا وللش
5 دقیقه میخوای درست کنی توتوریالشو بذاریم مثلا یه سرچ کن گنگ مثلا کاراکترز وسطی که آماده است اصلا هیچی راستیش هم هیچی نمیخواد همش آماده است یه دونه استروک سفید فقط میخواد همین خیلی با تکست آره دیگه فونت جی تی ریل لایف فلان پیدا میکنی تموم هشتی خیلی حال بدیم چون خیلی کیری بود دیگه چی بگم دیگه دروغ بگم نه واقعا همین بود ترک جالب نبود خیلی دمتون گرم که بودین مرسی که ریاکشن ها رو بیاد زیاده بریم همیشه بیاید همیشه حرکت کنید تو چنل همراه این قطار بشید و بیاد جلو دم همتون گرم خدا حافظ